سلام اطفال نازنین، خوش آمدین به یکی از دیگر ویدیوهای آموزشی ما. در این ویدیو قرار است ما فصلهای سال بخوانیم. پس خوب است که درس امروز خود آغاز کنیم. و کی میفهمه که یک سال چند فصل داره؟ بله، یک سال 4 فصل داره و هر فصل دارای 3 ماه می باشه. اولین فصل ما کدام است؟ فصل بهار است و چند ماه داره؟ 3 ماه داره. و ماهایی که در فصل بهار شامل است کدام ماه ها است؟ عمل، ثور و جوزا. فصل بهار فصل اول سال است، فصلی که شکوفه ها باز میشه، نباتات میرویه و باران های شدید است، فصلی که زندگی نو به طبیعت میده. به تعقیبش دومین فصل ما فصل تابستان است. فصل تابستان مثل فصل بهار دارای 3 ماه می باشه که سرطان، اسد و سنبله. در این فصل هوا گرم می باشه، میوه ها پخته میشه، روزها طولانی می باشه، شبها کوتاه و یک فصل بسیار زیاد مقبول است. به تعقیب فصل تابستان فصل خزان است که این فصل هم مثل فصل بهار و فصل تابستان واره دارای 3 ماه می باشه و ماهایی که در خزان است میزان، عقرب و ماه قوس است. در این ماه برگ ها زرد میشه و شروع به ریختن میکند و هوا معتدل می باشد، نه بسیار زیاد گرم است و نه بسیار زیاد سرد و یک هوای دلچسب داره. به تعقیب فصل خزان فصل زمستان می آید. فصل زمستان به مانند فصل های دیگه دارای 3 ماه می باشه که جدی، دلو و ماه هود است. در فصل زمستان هوا سرد میشه و برف میباره، روزا کوتاه و شبها طولانی میشه و بعض حیوانات هم به خواب زمستانی میره. خب دوستکا، شما هم در فصل زمستان متوجه باشین که لباسای گرم بپوشین تا ای که مریض نشین. در این درس یاد گرفتیم که بهار از سرسبزیش، تابستان از هوای گرمش، خزان از طبیعت هزارنگش و زمستان از هوای سردش و طبیعت سفید پوشش میشناسیم. خب عزیزان، این بود درس امروزی ما که فصلهای سال خواندیم. خدا کنه که شما یک چیز یاد گرفته باشین. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. بای بای.